خواننده مورد علاقه چیه کلا؟ خواننده مورد علاقه؟ نگی بیژن مرتضوی. بابا ببین گیر دادی دیگه. ببین تو داری اینجوری کشش میدی قطعا یه تیکه رو نمیزنی از من همینجا بگم کدومه. من همینجا بگم که ایشون یک قسمتی از این صحبت این گفتگو رو باید حتما بزنه. همین صحبت رو میزنم همینجا. نه اون یه چیزی که خودت میدونی. حتی اینجا هم نمیگم که این پخش اون پخش نشه. آفرین. شبیه خدا بیامرز بیژن مرتضوی هم شده بود. خدا بیامرز نیستم خودش زنده. مگه نمردم. اون بیژن مرتضوی واقعا زنده؟ میخوای رو به این دوربین باهاشون سلام علیک کنی؟ آقا خیلی مخلصیم ببخشید به خدا من. خدا رحمتتون کنه. آقا اینم پخشش نکنید تو زشته. چرا؟ چون واقعا فکر نمیبینه بیژن مرتضوی برنامه رو نمیبینه اصلا. بابا اومدیم دید. چیکار میخواد بکنه؟ حمله سایبری میکنه. حمله سایبری شما چه؟ حمله سایبری کنه. آقا یهودی آقا اشتباه کردی. آقا اصلا اینو بلش کن. آقا این یه تیکه رو بزن از برنامه نمیتونی. خیلی مهمه برای ما. چرا آقا مردم بدونن که شما راجع به آقای بیژن مرتضوی چی فکر کردی. بابا خب من زیاد تو اخبار اینا نیستم. خب تو اخبار نیستید باید اونایی که مردن رو نفهمینن اونایی که زنده رو فکر کنی مردن. چرا؟ آقا من عذرخواهی